جوان به بیماری سخت گرفتار می شود. زمانی که در کت بیماری خوابیده بود، فرشته بالای سرش می آید، می پرسد: ای جوان، راه بهشت را انتخاب می کنی یا راه عمر را؟ جوان می گوید بهشت. پس 3 قدم به سوی بهشت گذار، می گوید فرشته. لحظه ای که جوان قدم اولین را می گذارد، صدای گریه به گوشش می رسد. جوان می گوید این صدای گریه کیست؟ فرشته می گوید این صدا صدای دوستان و خویش و تبارانت است. پس از 40 روز شاید تو را از خاطر فراموش سازند. جوان قدم دوم را می گذارد، صدای گریه بلندتر به گوشش می رسد. می گوید این صدا از آن کی است؟ فرشته می گوید صدای همسرت که شاید 1 سال عزاداریت کند و پس از آن فراموشت سازد. باز قدم 3 را می گذارد، صدای تلخ گریه که تمام وجود جوان را می سوزاند به گوشش می رسد. می ایستد و می گوید این صدا صدای کی است؟ فرشته می گوید صدای آن است، صدای آن ذات است، صدای آن نفری است که تا آخرین نفسش از غم تو می سوزد، تا آن لحظه ای که جان را به حق می سپارد تو را فراموش نمی سازد. صدای مادرت است. جوان می گوید نمی خواهم پیش از مادرم بروم و در غم خودم مادرم را آب و ادا سازم. نمی خواهم مادرم مرگ فرزند را، داغ فرزند را چشیده باشد. سبب از کرایه این روایت در چی است؟ در حقیقت نیست ذاتی که مانند مادر باشد که برای فرزند دلسوز، غمخوار، مونس باشد. یگان مادر نمی خواهد بر پای جگربندش خار خلند. مادر لحظه جوانیش را برای فرزند صرفه می کند، مویهایش را برای فرزند سفید می کند، رویهایش را پوری آژنگ می کند برای فرزند. در روی دنیا از فرزند دیده کسی را نمی تواند بیشتر دوست دارد. نمیدونم سبب در چی است. اینجا می بینیم ما امروز جوانان را بسیارتر می بینیم. زمانی که طفل به دنیا می آید، مادر روی دستانش می گیرد، نوازش می کند، آغوشش می کشد، به وایه می رساند. نمیدونم از کدام سبب باشد، نمیدونم از سبب بی‌ناموس بودن فرزند باشد که لحظه ای که ما دوچار یگان مشکلی می شویم، لحظه ای که غم و اندوه بالای سرمان می شود مانند ابر سیاه، بعداً مادر را یاد می کنیم، بعداً نزد مادر می رویم. همه غم و اندوه ما باری مادر است. لحظه ای که خرسند هستیم، لحظه ای که شاد هستیم، لحظه ای که در لبانمان خنده است، ما همراه دوستانمان، حتی به یک کنج خیالاتمان هم مادر نمی رسد، حالان که مادر آوان کودکی خود گرسنه خوابیده بود، ولیکن ما سیر بودیم. نمیدونم
از کدام سبب است که برای مادر ما حتی یک روزی خرسندی را هدیه کرده نتوانیم؟ کجایند آن فرزندها؟ نخواد مادرانمان نه ارزند، نخواد مادرانمان ارزش یک روزی بهترین را نداشته باشند. انا همینجا چند نفری که جوانان هستند، همچون برادرانه همچون دادرانه برای هر یک شما میگویم بیایید پیش خود مقصد گذاریم. فردایمان را، پس فردایمان را برای مادر جدا کنیم، یک روز همراهشان باشیم. مادر نمیگوید که مرا به یگان قهوه خانه قیمت ببر، تنها در خانه باشیم، در برشان باشیم. گویند مرا چو زاد مادر، پیستان به دهن گرفتن آموخت. شبها بر گاهواره من بیدار نشست، خفتن آموخت. لبخند نهاد بر لب من، از غنچه گل شکفتن آموخت. دستم بگرفت و پا به پا برد، تا شیوه راه رفتن آموخت. یک حرف و دو حرف بر زبانم، الفاظ نهاد و گفتن آموخت. پس هستی من زی هستی اوست، تا هستم و هست دارمش دوست. مادر را دوست دارید. حمد و ثنا به مادر، حمد و ثنا به مادر تاجیک سرفرزند، حمد و ثنا به فرشته زمینی و عالیه زندگی و سرچشمه حیات. سری تعظیم برای هر یک شما. قربان نام مادر، از همه در روی عالم غم برارم مادرم. مثل گل اندر چمن باغ و بهارم مادرم. نیک سرشت و نیک سخن دایم بود همراهی من. لحظه دور گردی آندم بی مدارم مادرم. امروز که وقت داریم، امروز که فرصت داریم، به قدر مادر برسید، حالان که دیر نشده است. لحظه که دیر می شود، از من و شما دیده بیکستر و بی صاحبتر دیگر شاید در روی دنیا وارد نخورد. مادران عزیز، بار دیگر قدم هایتان بر دیده ما خاک قدم های هر مادر شویم.